مرد بودن اوکیه؟ اوکی نیست، ضروریه. بدون مردا چه غلطی میخوایم بکنیم؟ یه نگاه به دور و بر شهر بکنین، این ساختمونا رو میبینین دارن میرن بالا. مردا دارن کارهای غیر ممکن میکنن، زیر خیابونا، توی فاضلاب، روی خطوط انتقال برق، توی طوفان و دل بارون دارن این زیر ساختای عظیم شهری رو سرپا نگه میدارن. چیزایی که معجزه وار دارن برامون کار میکنن، تا سرحد مرگ از خودشون کار میکشن و اغلب غیر استعاری. و قدردانی بابت اینها جاش به شدت خالیه، مخصوصاً بین کسایی که باید بیش از همه قدردان باشن، که اصلا نمیفهمن که زیر ساختی عظیم از مردانی به شدت پرتلاش و فوق‌العاده سخت کوش طبقه کارگر هستن که هر روز دارن از جونشون برای کار میذارن تا مطمئن شن چیزایی که همیشه خرابه و خراب میشه کار کنه.